مادام از راه دور به دست چند نفری روان کردند، میخواستم کوتاه انشاءالله من اینها را جواب میگردانم. مردی هست در محله ما میخواهد که به واسطه شپریس از منی خود در رحم زن خود برای باردار شدن به توصیه دکتر اجرا کند. آیا اجازت هست یا نیست؟ مثلا چگونه ای که گاوها را باردار میکنند، ما و شما نزد طبیب های حیوان ها می رویم، همون سپرمای گویم که از همون گاوهای دیگر یعنی بقه های دیگر را میگیرند و در رحم این ماده گاو جای میکنند به خاطری که این ماده گاو باردار شود. اینم اگرچنده که این مسئله برادر عزیز در کتاب های فقه سابقه یافت نمی شود، لیکن فقه معاصر، فقه امروزه اینها را اجازت دادن که اگر مرد وقتی که در زمان خانه‌داری خود یگان سببی هست که خداوند همون آب او را در رحم همون زن جای نمی کند، اگر دختر همون آب گرفته و در رحم همون زن جای کند درست است. رخانه شفافرما داروهای طبیعی را به شما پیشنهاد میکند. سامیون وان برای شخصانی که خراب هستند و میخواهند وزن گیرند. ام پلوس اپیمدیوم برای با قوت شدن، خوب کردن گردش خون، برای طولانی کردن همخوابگی. ماس پیگمنتو برای کسلی های پسریاز و سفید شوی پوست. بین داکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. مینوکسیدیل برای برآوردن ریش و موی سر. کرم فرانک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. ماسلا خیلبی برای ریزانیدن سنگ های گرده و تبابت آن. فات زورب برای کم کردن وزن زیادتی. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل توسط رانندگان مرد و زن شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس جمع 7 926 319 59 61. همون آب گرفته و در رحم همون زن جای کند درست است. مقصد از آب خود این مردکه که بین زن و بین مرد اگر نکاح حلال باشد. مقصد امروز در دنیای غرب شما میدانید که بعضی زنهای هستند که به شوهر میخواهند که از دیگر مردهای بیگانه گرفته در رحم خود جای کنند، صاحب یک بچه یا دختر شوند. این زنا هست. مقصد از مردی بیگانه را گرفته و در رحم زن اگر جای کردن این زنا می شود. لیکن از شوهر حلالی خدا که اینجا سبب ها داشته است، شاید یکان بیماری هست، اگر گرفته و در زنی خود همون مرد جای کنن این باقی ندارد. درست است. خب دویم سوال، برای چی حضرت عیسی را مسیح میگویند؟ عیسی مسیح برای چی، از سبب در چیز میگویند؟ اینجا یک چیز است برادرای عزیز که ما و شما میدانیم حضرت عیسی را هم مسیح میگوید، عیسی مسیح. راستی بار کلمه های عرب بسیار معناهای زیاد دارد. خود یک مسیح را من وقتی که در لغت دیدم یک پاره نقره و طلا را مسیح میگفتند. انسانی که بسیار با زن خود خانه‌داری هم که کند وی هم مسیح میگفتند. یا شخصی که یک چشم دارد وی هم مسیح میگفتند. یا گویم که شخصی که نفس تأثیر کننده دارد وی هم مسیح می گفتند. به این خاطر این عیسی مسیحی که در راست حضرت عیسی علیه السلام آمده است، این به خاطر نفس زنده کننده داشت. یعنی خداوند معجزه حضرت عیسی همین بود که با اذن پروردگار مرده را زنده میکرد. به این خاطر این لقب عیسی مسیح را بر اون نصیب گردانیدم. برادرای عزیزی که قرآن خونده نمیتونیم با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم
به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسگه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش، هم ترجمهش هست. انا اعطیناک الکوثر وصل لربک وانحر. این یکم آیت. به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیت. انا اعطیناک الکوثر. هر یک آیاتی که میخونه ترجمهش هست، هم با زبان عربی نویسگه، هم با زبان کریلیکی نویسگه، هم ترجمهش با زبان تاجیکی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عیسی مسیح راستی بر کلمه های عرب بسیار معناهای زیاد دارند. خود یک مسیح را من وقتی که در لغت دیدم یک پاره نقره و طلا را مسیح میگفتند. انسانی که بسیار با زن خود خانه‌داری هم که کند وی هم مسیح میگفتند. یا شخصی که یک چشم دارد وی هم مسیح میگفتند. یا گویم که شخصی که نفس تأثیر کننده دارد وی هم مسیح میگفتند. به این خاطر این عیسی مسیحی که در راس حضرت عیسی علیه السلام آمده است، این به خاطر نفس زنده کننده داشت. یعنی خداوند معجزه حضرت عیسی همین بود که با اذن پروردگار مرده را زنده میکرد. به این خاطر این لقب عیسی مسیح را بر اون نصیب گردانیدم. حتی من در حدیث ها هم خوانده بودم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در دعاش میگفت اللهم انی اعوذ بک من عذاب جهنم و اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من فتنة المحیاء والممات و اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال. ببین در راست دجال هم مسیح را استفاده میبرند. خداوند پناه طلب میکنم از عذاب جهنم، خدایا پناه طلب میکنم از عذاب قبر، پناه طلب میکنم از فتنه های چی در حال حیات چی در حالت قبر مردن و سوی تو پناه طلب میکنم و از فتنه های دجال مسیح و سوی تو پناه طلب میکنم. اینجا در راست دجال مسیحی که استفاده شده است، هم دجال یک چشمه است. من برای شما قصه های دجال گفتگی هستم که پیغمبر خدا گفت هیچ پیغمبر برای قومش اینقدر خبر از دجال نداده که من برای شما خبر دادم که وی یک چشمه است. این مسیحی که در راست دجال آمده است یک چشمگی وی افاده میکند. دویم نفس زنده کننده دارد. دجال هم نفس زنده کننده دارد. خب سوم، آیا زن در ضرورت میتواند گوسفند را ذبح کند؟ علل خصوص زنهای بایهایی که قربانی میکنند. مثلا زنی هست که مالش به قربانی رسید، به زکات رسیده است، به ذمه او قربانی کردن واجب می شود. آیا همین زن می تواند که خودش قربانیش کند؟ اصلا سنت همین است که آدمی که قربانی میکند باید خودش قربانی کند. مثلا یگان قصاب نه آرد، قصاب در زمانی بیارد که خودش قدرتی ذبح کردن نداشته باشد. از این خاطر زن در ضرورت و غیر ضرورت ذبح کردن درست است. برای زن هیچ مانعی ندارد که زن گوسفند ذبح نکند یا گاو ذبح نکند یا مرغ ذبح نکند. درست است برای زنها به ضرورت. مثلا شما اگر در خانه زنهاتون سفارش دهید که چیز ذبح گوسفند کند، چیز ذبح بوز کند، چیز ذبح مرغ کند، با کنار یگان گناهکاری هم ندارد. اون بعضی سفسطه هایی که در مردم ما و شما هست که زن باید که در حالت ذبح مثال چی عمل ها را کند و چی نکند و بعد ذبح کند، اینا همش دروغ هستند. مرد در حالت ذبح مثل مرد است، با که ندارد ذبح کردن گیرد گناهکار نمی شود. چهارم، یک نفر را مجبور کردن که در کاغذ نویسد که زنم 3 طلاق. آیا زن طلاق شد یا نشد؟ خب یک نفر را مجبور کردن که بگیر قلم بگیر در همین ورق بنویس که زنم 3 طلاق. همینجا زن 3 طلاق می شود یا نمی شود؟ نه، طلاق نمی شود. اگر وقتی وی میگوید که می نویسد 3 طلاق به لفظش نگوید طلاق نمی شود. اگر به لفظش گوید که زنم 3 طلاق بعد نویسد زنش 3 طلاق می شود. لیکن به لفظ نگوید، به زبان نگوید و فقط به قلم نویسد زنش طلاق نمی شود. خب شخص گوید که اگر ای زنک خانه پدر و مادر تو را برم، تو به من طلاق چی باید کرد؟
او رود طلاق می شود. چیکار کند؟ مقصد اگر گوید که زنک من تو را اگر خانه پدر و مادرت برم تو به من طلاق، میلش راه نجاتش همین است که خودش نمیبرد و دیگر کس میبرد. وای در حالت گفتن این استفاده بود که اگر خودم برم تو طلاق، پس با واسطه دادرش است، پدرش است، اکش است روانش میکنه، طلاق نمیشود. ششم، زن میتواند که برای دعوت به محله رود. مثلا ما دعوت میریم، هر جایی که دعوت ما میکنن، چی هر گونه معرکه هایی که هست، مثال میریم در اونجا مردم دعوت میکنیم به خدا پرستی و خدا ترسی، آیا زنها میتوانند که همین خیلی دعوت ها روند میگوید؟ بله میتوانند، فقط مسافه سفر نباشد میتوانند که رفته دعوت کنند. مثلا زنها در دوره های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در نمازها می آمدن اشتراک میکردند. در روایت ها میگوید که حضرت عمر من ساختند به خاطری که زمان کمی فساد شده بود. خب بر روایت حضرت عایشه، لیکن اگر این زمان ما را هم عایشه مادرمان اگر حیات میشد، هر آینه اجازت میداد که زنها رفته در بین زنها از خدا و از پیغمبر او صحبت کنند. زیرا امروز همه ما و شما میدانیم که زنها از خدا دور شدن. اکثریتش، خیلی زنهای با توفیق خدا ترس هست، لیکن اکثریت اونا از خدا دور شدن، با عبادت خدا نزدیک نمیشوند، گوییم که احکام و ارکان خدا را نمیدانند و هیچ شرایطی نیست که برای اونها موعظه کرده شود. مقصد در مسجدها اونا را اجازت نیست آمدن. و این خاطر اگر زنهای دعوتگر باشن و رفتن محله به محله یا خانه به خانه اونها را دعوت کنند، انشاءالله درست است و ثواب خیلی کلان میگیرند. اگر کلاه از سر افتد وقتی نماز چی باید کرد؟ مثلا در مسئله میاد که تاقیه که بالای سر داریم در حالت نماز اگر از سرمان افتد، با یک دست اگر علاجش باشد در سرمان میگذاریم، اگر با دو دست علاجش باشد نمیگذاریم، همون سر لیچ خواندن میگیریم. هشتم سوال، آیا حج اکبر میگویند یگان اساس دارد یا ندارد؟ حج اکبر میگوییم، ما شما میگیم که این سال حج اکبر است. همین اساس ندارد برادر عزیز، از روی کتاب ها اساس ندارد. به چی اساس ندارد؟ مثلا سوره توبه، در سوره توبه حج اکبر آمدگی، حج اکبر، لیکن خدا رحمت کنه حضرت عبدالله ابن عمر، حضرت زبیر، حضرت عباس، همه اینا به این رفتن که این حج اکبری که خدا در سوره توبه گفته است این روز عرفه هست، اما روز نهم ذوالحجه را در نظر دارد. و ابن کثیر رحمت الله علیه که تفسیرش مشهور در روی دنیاست میگه این حج اکبری که در سوره توبه آمده است این روز دهم ذوالحجه روز ذبح در نظر دارد. به این خاطر اکنون همون گویم عقیده عوام الناس، مردم عوام وقتی که پیغمبر خدا سالی که حج رفتن روز جمعه در عرفه آمده بود، به این خاطر گفتن هر سالی که عرفه در روز جمعه آید حج اکبر است، لیکن اساس ندارد، این هیچ معنی ندارد. السلام علیکم دامنای عزیز، من یک خواهر اسلامی شما ختم کننده دانشگاه امام ترمذی سوال دارم، خواهش دارم جواب گویید. آیا طاووس، شترمرغ، ترنه، لیلک، زاغ حلال است یا حرام؟ مقصد لیلک، ترنه، شترمرغ، طاووس همه اینا حلال هستند، اینا حرام نیستند. لیکن زاغ فقط در نزد علمای احناف، یعنی در مذهب خودمان، به سه قسم تقسیم می شود. زاغهای کلان سیاهی که فقط گوییم که مرده میخورند، جسد میخورند، مرده های بدبوی میخورند، اونا حرام هستند، اونا زاغهای کلان هستند. باز از این میگوید زاغ میانه ای که از اون کلان خورتر است، غلدانه میخورد و هم جسد مرده میخورد، وای مکروه است خوردنش. سیومش که نه زاغهای میده‌ای که غلدانه میخورند اینا حلال هستند، درست هستند. دویم، داملا شوهرم 3 سال است که دیوانه هست،
هر چی میکنن نمیشود. من چی کار کنم؟ جوان هستم، عمرم 26 ساله است. مثلا از همین یگان علاجش هست که این شوهری من 3 سال شد دیوانه هست، ما با این حیات ما سپری کنیم یا که مقصد یگان راه دیگر باشد. خواهر عزیز در مسئله ها میگوید، مجموعه الفتاوا دا میآید که اگر شوهر نو دیوانه شود 1 سال علما برای احتیاط خواهرای عزیز رخصت دادن که شما منتظر شوید که در طی همین 1 سال اگر همون صحت و سلامت شد زندگیتون دوام دهید، اگر نشد شما پیش مفتی می روین و خط جداییتون از اونجا می گیرید. مثلا رفته شوهر دیگر میکنیم. حتی خدا رحمت کند امام محمد رحمت الله علیه که یکی از شاگردهای خیلی با نفوذ حضرت امام ابو حنیفه بود، و میگوید حتی شوهرت اگر بیماری های پوست، این پیسی میگوییم، یا کسل های جزام زخم، اگر در همین ها مبتلا شود حتی زن اختیار دارد، خواهد زندگی میکند، نخواهد رفته خط طلاقش میگیرد. مثلا اینا چیزی نیست در اسلام که زنها را مجبور سازند که مثال با این شوهر دیوانه یا مثال با دیگر شوهرها شما حیاتون سپری کردن گیرید. این که رخصت نیست، میتواند خواهر عزیز. سیوم، در یک خانه ای که در دوشنبه هست 7 کس زندگی داشتند. یکی از اهل این خانه در دین نصرانی بود، وفات کرد. 6 نفری دیگر مسلمان. چیکار کنند؟ در یک خانه 7 نفر زندگی میکند، 1 نفر همین نصرانی است، یعنی دین اسلام قبول نکرده است، دین همین نصرانیت میگوییم، دینی تحریف شده، دینی که نجات ندارد، دینی که عزت ندارد، دینی که در پیش خدا قبول نیست. همین دین برای خود اختیار کرد و از دنیا گذشت. همین 6 تا برادر مسلمان دارد. اینا با این چی معامله کنند؟ معاملهشون همین است، همون پاپ هایی که وجود دارد از نصرانی ها. این دیگر مال شما نیست، این مال همون پاپ هاست، همون نصرانیت است. همونا رو فریاد میزنین، گرفته میبرند، با همون رسم اصول خودشون برده میگراننش. تمام یک راهش. اگر شیعه باشد شیعه هاشا فریاد میکنیم، زردشتی باشد زردشتیشا فریاد میکنیم. این مال مسلمان نیست دیگر، این مال خود همون هاست. به این خاطر اونا رو فریاد میکنین، اونا گرفته میبرنش. یک راهش. دویم راهش که اگر نباشند چی؟ یگان نماینده اونها نباشد. این حالت ده حضرت علی رحمت الله علیه وقتی پدرشان گذشت، ابو طالب که وای دین نداشت، ایمان نداشت، وقتی نزد حضرت رسول اکرم آمد گفت حبیب خدا عمکت گذشت، پدرم گذشت، چیکار کنم؟ گفت علی رو، گفت و یا غسل ده، کفن کن، لیکن با طریق سنت و یا وارد قبر نکن. مثلا قبر مسلمان ها نبر، قبرستان مسلمان ها نبر و برای او لحد نکن. خب و ویا مثل مسلمان ها 3 کفن نکن، در یک کفن پیچان و برای او طلب مغفرت نکن. گفت طلب مغفرت هم نکن، دعا در حقش هم نکن. از این خاطر این معامله دویمش است. میشویم، کفن میکنیم، در مثال قبرستان های غیر مسلمان ها برده و یا دفن میکنیم و در حقش دعا و مغفرت نمیکنیم. اجازت نیست. حتی در صحیح مسلم خواندم که پیغمبر خدا میگوید از الله اجازت گرفت، الله اجازت هست که پدر و مادر ما زیارت کنم. پدر و مادر پیغمبر همه به همه ما و شما معلوم است که از دنیا بیدین گذشتگی‌اند، دوره های بیدینیت دا گذشتند. خداوند حبیب خدا را اجازت داد که رو زیارت کن، لیکن طلب مغفرت در حقشان نکن. از این خاطر اینم انمون معنا را دارد. خب و در ابن عباس هم هست. ابن عباس هم یک مرد آمد پرسید که مادرم نصرانی بود، از دنیا گذشت، چیکار کنم؟ انا همین چیزایی که من گفتم همین را توصیه داده بودند. سوم داملا، آیا اجازت هست که فرزندهای ما در رسی کلیسا سازند
یا ماشین های پر از عرق را فرارند، پول گیرند یا قبر نصرانی ها را کنند. اجازت هست یا نه؟ مثلا فرزندای ما و شما میروند امروز در روسیه کلیسا میسازند، همون جایی گوییم که عبادت خود همون مردم نصرانی، یا فرزندای ما را فرمایش میدهند که برای مرده های ما قبر کنیم، یا گوییم که همون رستوران های کلان دارن عرق میارن فرار. خب اجاره هستین. مثلا من در فتاوای خلاصه خدا رحمتشان کنه در کتاب اجاره این دلیل ها را میارد که ما اگر با مردم نصرانی با مردم غیر مسلمان اگر اجاره را برقرار کنیم درست است. مثلا فرزندای ما و شما اگر کلیسا هم سازند و اگر چنده که گویم قبرهای اونها را کنند، حتی در فتاوای خلاصه چرانیدن خوگها را هم آورده است. اگر خوگهای اونها را حتی چراننم در اینجا گناهگار نمیشوند، به خاطری که مبلغ میگیرن اونها اجاره است. ما عقیدهشون قبول نداریم، لیکن معامله با اونها را اسلام رخصت میدهد، اجازت است. السلام علیکم دامنای محترم. این برادر با خط فارسی نویسنده است. السلام علیکم دامنای محترم حاجی میرزا، خدا شما را نگه دارد. شما فخر این دیار ما هستید. داملا دو سوال دارم، خواهش دارم که سوالهایم را پر را جواب گویید. یکم دو سوال نیست بلکه سه سوال بوده است. خداوند آن روز را من نبینم و قوت شنیدنم ندارم، لکن به این هم نمی شود اگر اجل به سراغ شما آید، بعد از شما هست نفری که مثل شما از روی حقیقت پند و نصیحت کند و مثل شما زبان شیرین و آسان فهم داشته باشد. عذری بسیار برای این، از من ملال نشوید، از روی محبت است. شما را بسیار دوست می دارم و احترام می کنم، زیرا من از شما عقیده درست را گرفتم. برادر عزیز، انشاءالله پیک اجل به سراغ همه ما و شما روز می آید، فرقی ندارد چه به سراغ ما باشد چه به سراغ شما باشد، لیکن خداوند در عوض هر یک عالم خود، در عوض هر یک داعی خود، الکه عالم و داعی خود چه تیار ماندگی است. البته نمی گذارد که جهان به داعی و به واعظ و به عالم ماند، زیرا البته وقتی جهان دنیا به واعظ ماند، به داعی ماند، به عالم ماند، حتمی یک تاریکی، یک ضلالت، خیلی گویم کارهای ناشایان ما و شما را فرا میگیرد. و این خاطر اگر چندی که الحال من نمیگویم که برای شما یگان نفر تیار کردیم، این تیار کرده هم نمی شود. این چیزی نیست که این تیار کنند، این یک داد خداوندی است. به هر کسی که خدا خواهد به همون نصیبش میگرداند. دوم، آیا اگر انسانی که ابوبکر و عمر را دشنام دهد حکم او چیست؟ آیا وی کافر است یا گناه کبیره است؟ ابوبکر و عمر را دشنام دادن، برادر عزیز، اینا قدوه هستند. در شأن اینا آیت های قرآن نازل شده است. از این خاطر فتاوای عالمگیریه میگوید کسی که ابوبکر و عمر را دشنام داد وی کافر است، وی مسلمان نیست. فتوای عزیزیه میگوید که کسی عثمان را دشنام داد وی هم کافر است. از این خاطر دشنام دادن ابوبکر و عمر و عثمان آدم کافر میگرداند. و این خاطر دادرا خدا که او روز نیارد و شما همیشه به خودتان به دلتان گذارانین، در دعاهاتان حتی که دعا کنین که خداوند نکند همین خیل عقیده فاسد و باطله برای شما یکی نصیب کند که شما با این حال تباه خود مبادای ابوبکر و عمر و عثمان دشنام دهید. و خدا باور کنین این گویا همچنان است که شما در دنیا و در آخرت هلاک شدگی هستید.
هیچ وقت فقط پشتیبانی کنید، فقط دوست دارید، فقط احترام کنید برای ابوبکر و عمر و عثمان. و خدا قسم اگر جانمان لازم شود و در راه خدا تسلیم کنید. هیچ وقت ما و شما یکی بدزبانی و یگان گویم سخنهای ناجا را به زبانمان نرانیم. در هیچ جا برای شما مردم خواهش میکنم اجازت نیست که اونها را محاکمه کنید. فقط کجای گپ میزنید صفتشان کنید، تعریفشان کنید، زیرا اونها ارزنده همینه بودن، زیرا اونها را خدا و پیغمبر صفت کرده است. ما چگل اونها را تبدیل کنید؟ و این خاطر آدم کافر می شود. سوم، آیا حوران جنت با مردها چگل معامله میکنند در جنت؟ سوم سوالی که داده است این بود است که همین حورهای جنتی که خدا برای مردها میدهد با مردها چگل معامله میکرده باشند، چگل زندگی دارند. برای سوال دوم برادر عزیز حضرت امام اعظم رحمت الله علیه صاحب مذهب ما و شما را پرسیدند اهل سنت و الجماعه کیا هستند؟ اینا ما و شما دائم میگیم که ما اهل سنت و الجماعه هستیم. حضرت امام ابو حنیفه نشانه هاش گفتند ان تفضل شیخین و ان تحب الخطنین و ان ترى المسح على الخفین. و در چهارم شم آمده است و صلی خلف کل بر او فاجر. این نشانه های آدم اهل سنت و الجماعه است. دادار عزیز، شما از نشانه ها میفهمین که همین آدم اهل سنت و الجماعه است یا نه؟ چی بود است؟ یکم تفضل شیخین، از ابوبکر و عمر را از عثمان و علی بالاتر دانستند. همین عقیده را فراموش نکنید. همین عقیده درست در ذهنتان جای کنید. ابوبکر و عمر در فضیلت و بزرگی از عثمان و از علی بالاتر است. یکم عقیده اهل سنت و الجماعه. دوم و ان تحب الخطنین، و این که شما دوست دارین هم عثمان را هم علی را دوست دارین. سوم و ان ترى المسح على الخفین، همین محسی هایی که در پای داریم بالای همین محس کشیدن را ما و شما درست دانیم. این با حدیث های متواتر برای ما و شما آمده رسیده است. به این خاطر کسی که مسح بالای اگر محسی را هم انکار کند ویم عقیده اهل سنت و الجماعه ندارد. بالای محسی را محس کشیدن. دیگر چهارم این بود است که از پس هر یک نیک و بد نماز تا نخوانید. این عقیده اهل سنت و الجماعه می باشد. سوم سوالی که کردن این برادر ما درباره حورهای جنتی، آیا در مثال در همون آخرت با مردها چه معامله، زندگی اونها مثل همین زندگی دنیا باشد یا نه؟ نه برادر عزیز، مقصد زندگی اونها بله مثل همین زندگی در دنیا داریم با زنهای خود، با حورهای جنتی هم همین زندگی است، لیکن بعض فرق هاست. فرق همین است که ببینین در این دنیا ما و شما از یک زن زیاد گرفتن نمیتونیم. اگر دو زن گیری ملامتت میکنن. حتی آدمایی که صاحب قدرت دو زنم که گیرن ممکن که در راست اونا گویند که یک باید 2 زنه است 3 زنه است. مقصد با یک چشم تحقیر و نگاه میکنن. خب حالا که در همین جامعه ما و شما، اکنون من قانون نمیدانم در قانون چگونه آمده است، در جامعه ما و شما که امروز خیلی دخترها مثال در خانه ها هستند، حتی اونا بیچاره راضی هم هستند که صاحب خانه مثال زن دوم سیوم شویم، به خاطری که همون مردهای دسترسی هستند که برای اونا خانه میخرند، برای اونا شرایط مهیا میکنند. این در نزد اسلام یگان گناهی نیست. این یگان گویم که خیانت در اسلام نیست. اون که این در همین جمعیت ما و شما هست برادرایی که خواهر و پاشون زن دوم و سیوم هست، برادرایی که مثال ریضا هستن میگن خدا را شکر مثال آدمی خوب است، میگوید برای خواهرم یا اپم خانه خریده است، فرزندای خوب دارد و دیگر آدمای با انصاف بسیارن در دنیا. به این خاطر در دنیا این فرق از همون حورای جنتی این است که
در دنیا به همه یک زن 70 سال 80 سال تا سپری میکنی میگذره میرود، لیکن در جنت خداوند برای هر یک مرد 72 زن، 72 حور و 80,000 خدمتگار میدهد. الله اکبر. این بهترین نعمت است، به خدا قسم بهترین نعمت است که برای هر یک مردی که در دنیا عبادت خدا را کرده است 72 حور، حور العین. برای چی میگویم؟ برای چشمای سیاه دارد. رسول اکرم گفت حورها را در جنت دیدم، مغز ساق پای اونها از بالای گوشت میتابد، اونقدر زیباست. ببین حتی مالک ابن دینار میگوید، از قصه این من بعد این تحلیل ها برای شما گویم. ببین فرق آن دنیا از این دنیا با چیست؟ خداوند در جنت برای شما 72 حور میدهد. دیگر فرق این است که در این دنیا با این زنها ببین دائم ما و شما جنگ و جنجال داریم، دائم ما و شما گویم کشماکشی ها داریم، دائم ما و شما را استقبال نمیگیرند، دائم ما و شما در راحت مبتلا نیستیم. لیکن با اون حورها این معامله نیست. آن حورها مردها را پرورش میکنند، مردها را به خنده و به چهره خندان استقبال میگیرند، مردها را در آغوش میگیرند. حبیب خدا میگوید شما با حورهای جنتی وقتی که یک بار نزدیک میشوین 70 سال لذت همون نزدیک شدن از وجود شما دور نمی شود. امروز جوانای ما و شما را ببین چی شکایت ها دارند. حتی زنی را که امروز با قلینگ و با مهر خریده است، این اکن جای دیگر گویم عیبش نیست، اکن جای مثال سخنرانی آمده است، حتی همون زنها در جایگاه خواب همون مرداشون راضی نمی کنند. چندین شکایت ها برای ما آمد که حاجی التماس همین به گوش مردم رسانین، سخن شما را گوش میکنن، حتی شرط ها میمانند. فرق از حورای جنتی با این دنیا انمین است. دیگر اینکه حورهای جنتی را با قلینگ و با مال و با اسباب انجام دنیایی خریده نمی شود، فقط مهر اونها این عمل صالح است. چقدر در دنیا اگر ما و شما عمل صالح را زیاد کنیم، همون قدر چیز، همون قدر مهریه حورها برای ما و شما تهیه می شود. مالک ابن دینار میگوید، بار نگاه کردم میگوید که یک کنیز، یک زن کنیز خیلی خودش را آرا و تارا داده است و اطراف خود باز خدمتگارها دارد و با او روبرو شدم و گفتم ای کنیز قیمتی تو چند است تا که من تو را در نکاح درآورم؟ میگوید کنیز وقتی که دینار میگوید ما را دید، مالکه لقبش دینار بود، وقتی ما را دید که بسیار آدمی به پول و به اسباب و به انجام که هستم خنده کرد، گفت آخر مرا تو خریده نمیتانی. مالک ابن دینار مطلب و مقصدش دیگر چیز بود. بعدن گفت تو خوجین داری؟ گفت بله خوجین دارم. گفت خوب میشد که من خوجین تو را میدیدم. میگوید این کنیز همراه خدمتگارها مالک ابن دینار را به همون قصر آوردند و از مالک این کنیز پرسید این کنیز تو به چند قیمت میارزد؟ گفت خودت نرخ کن، تو این خریده نمیتانی. این احوال و این شکل که در تو میبینم تو آدمی دارا نمیتابی، آدمی با دولت نمیتابی. بعدن گفت من قیمتش را گذاشتم با یک مشت خرمای خاک این کنیز تو نمیارزد. که خنده کردن، گفتن چرا میخندین؟ این کنیز گو عیب دارد. گو عیباش در چیست؟ گو عیبش همین است که اگر همین عطر نزند از بوی بد این در نزدش نشسته نمی شود.
دویم اگر دهانش گفت تمیز نکند، دهانش نشوید، از بوی دهانش در نزدش نشسته نمیشود. و دیگر اینکه اگر موی سرش اهمیت ندهد، وارد موی سری گفت همه جوک و جاندارها گفت جای میگیرند. دیگر عیبی که دارد این در یک ماه حیض میبیند. دیگر عیبی که دارد این احتیاج به حاجت خانه دارد. دیگر عیبی که دارد عمرش که رفتن که گرفت پیر میشود، به حسن میشود. وقتی این سخنان از مالک شنیدن همش حیرت ماندند. کنیز پرسید مالکش آیا راست میگوید؟ گفت راست میگوید. آنچه که گفت همش حقیقت دارد. مالک گفت من برای شما مثال میارم. من برای چی گفت این سخنها را گفتم؟ به خاطر آن گفتم که این کنیز تو در برابر آن حورهایی که خداوند برای مردها در جنت آماده کرده که اونها را از نور و از مشک و از کافور خدا آفریده است، این کنیز در راست اون حورها گفت قسم به خدا ذره قدر ندارد. گفت اونا همچنان حسن دارند که آبی اگر دهانشان گفت در یک دریای تلخ پرتایند، آب او شیرین می شود. اگر حسن و جمال کنند و به دنیا برایند، تمام آن زیبایی در این دنیا هست همگیش گفت در خجالت میماند. اگر ساقی دستش گفت، یعنی یک دستش اگر حورهای جنتی گفت اگر بیرون دنیا کنند، قسم به خدا گفت روشنی آفتاب گفت در خجالت میماند. پس گفت این کنیز در برابر این هیچ نرخی ندارد. به این خاطر برادر عزیز، معامله دنیا با حورها با این فرق میکند. از همه فرق بالاش همین است که فقط سری به جنجال داری. نه آذوقه آوردن است، نه آذوقه کشیدن است، نه جنگ و جنجال است، نه روی تروشی است، نه طلاق است، نه دیگر است. آسوده راحت میکنی و خلاص. خدا نصیب کن کنه. این هفته ای که ما در دوشنبه بودیم به خاطر یک معرکه هم رفته بودیم و یک برادر خواستم در حقش دعا کنم که خیلی باور کنین در مسجد که خیلی قرضهای مبتلا بودن، قرضهای ما را خدا را شکر قریب 90% کندن و حتی که دیروزم زنگ زدن که برای آشیانه یکم همین عمارت نو قالین ها روان کردن که مردم در بالای او خوانده و در حق ما دعا کنند. این برادر حاجی عبدالغفار از ناحیه مومن آباد دشت عرعر است که پدرشان ما یک سالهای با همراهی پدرشان هم در حج بودیم. بابای رحمتی حاجی عمر می گفتند خدا رحمت و مغفرت کند. برادرای خوب هم دارند، چی برادر حاجی رجب علی و چی حاجی داوود و دیگر برادرایی که داشتند که ما یک دو بار مهمان شدگی هستیم، از نان و آبشان هم استفاده بردیم. خداوند این اهل عائله را از همه آفتا در حفظ امانش نگه دارد و خداوند این گونه غیرتی که در این برادر بود و برای این مسجد ما و شما کمک کردن، نه اولا برای جان خودشان کردن، برای فایده جان خودشان کردن و دوم این که خدا را شکر این همت خدا برای این برادر نصیب کرده است. همون حدیث رسول اکرم که ما من عبد یصبح فیه الا ملکان ینزلان فیقول احدهما اللهم اعطی منفقا خلفا و یقول الاخر اللهم اعطی ممسکا تلفا. حبیب خدا گفتند دو ملائک هر روز از آسمان ندا میکرده است. آن کسانی که خیر احسان میکنند دعا میکرده است خدایا در عوض خراجات کردگیش باز برای این بنده خود مال نصیب کن. و اون ملائک دیگر اون شخصان دولتدار و مالداری که خیر احسان میکنند دعا میکرده است که خداوند مال و ملکش تلف ده، مال و ملکش از دستش بگیر. از این خاطر ما هم
از خداوند خواهان او هستیم که این برادر عمر دراز و تنی صحت و باز هم دولت و سهولتش را زیاده گرداند، فرزنداش توفیق و هدایت نصیب و روزی گرداند. آمین یا رب العالمین. یک سوال آخرون جواب میدیم به همین انشاءالله جمعه آینده اطراف قصه های حضرت علی من برای شما صحبت میکنم. داملا السلام علیکم. سوال دارم، آیا شستن مرده از زنده به چی فرق میکند؟ شستن مرده از زنده به چی فرق میکند؟ من این سوال در کتاب خلاصه الفتوا گفته یافتم که فرقش همین بود است که آدمی مرده مزمزه و استنشاق ندارد. مثلا چگونه آدم زنده آب در بینی میگیریم، آب در دهان میگیریم، آدمی مرده ندارد، فقط مسح بالای دهان و بینی او میکنیم. دوم، در فتاوای خلاصه می آید که آدم وقتی جنوب می شود اول دستهاش می شوید، لیکن برای آدم مرده این است که اول روی وی شسته شود. سیوم می گوید مرده را در حالت شستن وقتی وضو می دراریم ما و شما در برابر وضو پایهاش می شوید، لیکن آدم جنوب وقتی که غسل می کند پایها را بعدی آبازی کردن می شوید. چهارم فرق این بود است که آدم مرده را مسح سر نمی کشند و آدم که وقتی در جنابت مبتلا شود می گوید در ظاهر روایت این است که باید روی سرش مسح کشد به خاطر نماز خواندن. این بود است فرق بین یعنی شستن مرده و شستن آدم زنده. لیکن یک چیز فراموش نکنیم برادر عزیز، مرده‌شویی دعا ندارد، مرده‌شویی یگان آیت خوانی ندارد. ولی بسیاری مردم ما در حالت مرده‌شویی آیت قرآن میخوانند، گناهگار میشویم. آیت قرآن نزد مرده شستن وجود ندارد دادرای عزیز. ببین حتی اطراف در بالای قبرش خواندن آیت اینقدر کشاکش و اینقدر گویم بعضی هاش به خواندن و بعضی هاش به نخواندن رفتن. آیا کجا دیگر بالای مرده عریانی که آیت قرآن میخوانند؟ به این خاطر بالای مرده را شستند آیت قرآن کلا نخوانید که گناهگار میشوید. لیکن وقتی اگر میخواین یگان چی گوین و بسم الله الرحمن الرحیم آغازش کنین، همین بس کفایت میکند. یا اینکه در راست هر یک دست و پای او دعا کنید خداوند آن گناهایی که از دست او صادر شد، از پای او صادر شد، از چشم او صادر شد، خدایا مغفرت کن، بس از کفایت میکنه. یک چیز. دوم چیز، مرده وقتی که وارد قبر شد در مردم ما و شما عادت است، بعد پشاکای وی میشویه. همین هم از اسلام نیست. در همین خنوکی نمیدانم برادرها اینجا باشن نباشن، یک برادر از دنیا گذشت تا پلتاهایی که نوند پلتاهاش میشوید. در کجا قاقش میکنی؟ اینقدر مشقت در کجاست؟ برای چی در کار است؟ یا ما و شما یک چیز در ذهن منجای کردیم که حتمی پشاکهای همون مرده را مرده‌شوی هم میدین. تمام گویا که دیگر آدم پوشیدنش درست نباشد. آخه تگ میگذارد، برادر میگذارد، پشاکای وی برای شما درست است. همون مرده‌شوی 50 تومان 100 تومان رازیش کنین نمیشه. چردیست که لباسای او را دید بگذار همون لباسا را بچه‌هاش پوشن، زنک باشد دختراش پوشن، دادراش پوشن. او یگان گناه ندارد لباسی او. یا لباسی او را شستن هم شرط ضرور نیست. همون کدامش چرک باشد خشوین برای پوشیدن خواه صدقش میکنین خواه خودتان در اولادتان میپوشین باکی ندارد. این چیزهای بیهوده را در مینه سرتان جای نکنین. بعد دک سفید کنی سر میشود و بعد لباس شویی سر میشود. همه اینا خرافاتن، همه اینا اساس یگان باور کردین یگان اساسای علمی ندارن. کردین هم از اسلام نگوین، فقط گوین که این از پیش خودم میکنم. از اسلام اینا را در اسلام وابستگی نکنید. نه دک سفید کنید، نه دک سیاه کردن است، نه لباس شستن است. هیچ کدام این در کتابهای خدا و پیغمبر وجود ندارد. و این همه اینا مشقت هم. خداوند عاقبت همه ما و شما را بخیر کند و برادرایی که برای ما سوال ارسال کردند و سبب نگاه کردن کتابها شد برای ما، خداوند عمرهاشون را دراز گرداند و در این مسئله های شرعی همه ما و شما را خداوند
عمل کننده گرداند. آمین یا رب العالمین. یک برادر از میرپاک اینجا یک مبلغ دادن. یک برادر در این هفته کمکی خوبی برای پرداخت قرض مسجد کردن که الحال در حق شما و شما دعا کردین. در حق اون کسانی که در صندوق خیریه خیر میکنند، خداوند خیر احسانهای این بنده های خود قبول گردانی و تا جمعه آینده خداوند همگیش در حفظ امانت نگهداری. آمین یا رب العالمین.